يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. به شما عذر می کنند هنگامی که به سویشان بازگردید. بگو عذر مخواهید، هرگز سخن شما را باور نمی کنم، حقا که خدا ما را از احوال واقعی شما آگاه ساخت و به زودی اعمال شما را خدا و رسول او می بینند. بعد از آن به سوی ذات دانای پنهان و آشکار بازگردانیده می شوید، پس شما را به آنچه می کردید آگاه می سازد. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. چون به نزد ایشان باز میگردید برای شما به خدا سوگند میخورند تا از ایشان اعراض یعنی صرف نظر کنید، پس از ایشان اعراض کنید. بیگمان ایشان پلیدند و جایشان دوزخ است، جزای آنچه میکردند. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. با شما سوگند میخورند تا از ایشان خوشنود شوید، پس اگر شما از ایشان خوشنود هم شوید خداوند هرگز از مردم فاسق خوشنود نمیشود. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. بادیانشینان در کفر و منافقت شدیدترند و سزاوار به اینکه احکامی را که خدا به پیامبرش نازل کرده ندانند. خداوند دانا و با حکمت است. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سمیع علیم. بعضی از بادیانشینان کسانی اند که آنچه را مصرف می کنند یعنی زکات می دهند تاوانی می پندارند و بر شما گردش روزگار را انتظار می کشند. بر ایشان سختی روزگار باد و خداوند شنوا و داناست. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحیم. و از بادیانشینان کسی هست که به خدا و روز آخرت ایمان می آورد و آنچه را به حیث زکات می پردازد مایه تقرب به خدا و دعاهای پیامبر می داند. آن بیگمان این چیزها ایشان را مایه تقرب به خداست. به زودی خداوند ایشان را به رحمت خود داخل می گرداند. حقا که خداوند آمرزگاری مهربان است. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها
أبدا ذلك الفوز العظیم. پیشاهنگان نخستین اسلام از مهاجران و انصار و کسانی که ایشان را به نیکی پیروی کردند، خداوند از ایشان خوشنود گردید و ایشان نیز از خداوند خوشنود شدند. برایشان بهشت‌های را آماده کرده است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد، در آنجا جاودانه و سر میبرند. این است رستگاری بزرگ. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. بعضی از بادیانشینانی که گرداگرد شمایند منافقند و همچنان از اهل مدینه گروهی هستند که به نفاق عادت کرده اند. تو ایشان را نمی شناسی، ما ایشان را می شناسیم. به زودی ایشان را دوباره عذاب می کنیم و سپس ایشان به عذاب بزرگ بازگردانیده می شوند. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. و گروه دیگر با گناهان خیش اعتراف کردند. ایشان عمل نیکو را با عمل دیگری که نیکوهیده است درآمیختند. زود است خداوند توبه ایشان را بپذیرد. حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم. از اموال ایشان صدقه یعنی زکات بگیر تا ایشان را با آن صدقه پاک سازی و برکت دهی. به ایشان دعا کن، حقا که دعای تو برای ایشان مایه آرامش است و خداوند شنوا و داناست. الم یعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحیم. آیا نمی دانند که بیگمان خداوند هم اوست که توبه را از بندگان خود قبول می کند و صدقات را می پذیرد و بیگمان خداوند توبه پذیر و مهربان است. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. و بگو عمل کنید، به زودی خداوند پیامبر او و مؤمنان عمل شما را می بیند و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید. سپس شما را به آنچه کرده اید آگاه می سازد. و آخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله علیم حکیم. گروه دیگر قبول توبه ایشان به حکم خدا معطل گردیده است، یا ایشان را عذاب می کند یا توبه ایشان را می پذیرد و خداوند دانا و با حکمت است. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. و
و کسانی که مسجد برای ضرر و تقویت کفر و نفاق افغانی بین مسلمانان گرفتند و کمینگاهی برای کسی که با خدا و پیامبرش از پیش جنگیده است، بیگمان سوگند میخورند که جز خیر اراده نداشتیم و خدا گواهی میدهد بر این که واقعا ایشان دروغگویند. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. برای نماز هرگز در آنجا ایستاده مشو. واقعا مسجدی که از روز نخست اساس آن بر پرهیزگاری نهاده شده سزاوارتر است که در آن به نماز ایستاده شوید. در آن مردان اند که دوست دارند تا خوب پاک شوند و خداوند پاکیزه کنندگان را دوست می دارد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا کسی که بنیان عمارت خود را بر ترس از خدا و خوشنودی او نهاده بهتر است، یا کسی که بنیان آن را بر کناره زمین سیل برده‌ای که به شرف افتادن باشد نهاده است؟ پس با آن در آتش جهنم فرو ریزند و خداوند گروه ستمگاران را رهیاب نمی سازد. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. عمارتی که ساخته اند همیشه مایه اضطرار دلهایشان است تا هنگامی که دلهایشان پاره پاره شود و خداوند دانا و با حکمت است. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بیگمان خداوند از مسلمانان جان و مالشان را در برابر بهشتی که به آنها میدهد خریده است. ایشان در راه خدا می جنگند، پس می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر خداوند در تورات، انجیل و قرآن. و چی کسی نسبت به خدا و عهد خیش وفادارتر است؟ پس به داد و ستودی که به آن معامله کرده اید خوش باشید و این از تومان رستگاری بزرگ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. توبه کنندگان، عبادتگران، ثناگویان، سیاحت کنندگان در راه خدا، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، امر کنندگان به کار پسندیده و نهی کنندگان از کار ناپسند، نگه دارندگان حدود خدا، همین های مسلمانان واقعی و به این مسلمانان مژده بدید. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحیم. برای پیامبر و مسلمانان سزاوار نیست که برای مشرکان اگرچه خویشاوندانشان هم باشند آمرزش بخواهند بعد از آن که برایشان روشن شود که ایشان اهل دوزخند. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. و آمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش صورت نگرفت مگر به اساس وعده‌ای که با او کرده بود، چون به ابراهیم روشن شد که پدرش دشمن خداست از او بیزاری جست، حقا که ابراهیم بسیار نرم دل و بردبار بود. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. چنان نبوده که خداوند قومی را گمراه سازد بعد از آنکه آن را رهیاب گردانیده است مگر آنکه و ایشان چیزی را که باید از آن پرهیز کنند بیان کند، حقا که خداوند به همه چیز داناست. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حقا که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداوند است، او زنده می گرداند و می میراند و برای شما جز خدا هیچ کارساز و مددگاری نیست. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحیم. بیگمان خداوند رحمت خیش را شامل حال پیامبر، مهاجرین و انصار که در لحظات دشوار غزوه تبوک از پیامبر پیروی کردند نمود. بعد از اینکه نزدیک بود دلهای عده از ایشان منحرف شود، سپس ایشان را شامل رحمت خیش ساخت. بیگمان او به ایشان رؤوف و مهربان است. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحیم. و نیز برای 3 نفری که در قبول توبه به عقب گذاشته شده بودند تا اینکه زمین با فراخی آن بر ایشان تنگ شد و وجود خودشان بر آنها گرانی می کرد و یقین داشتند که از خدا هیچ پناهگاهی جز به سوی او تعالی و تقدس نیست. بعد از آن خداوند توبه شان را پذیرفت تا به خدا بازگردند، حقا که خداوند هم اوست و پذیر و مهربان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ای مؤمنان از خدا بترسید و با صادقان باشید. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. برای مردم مدینه و بادیه نشینانی که در ماحول اوشان قرار دارند شایسته نبود که از اشتراک در غزوات با پیامبر خدا تخلف ورزند و نه اینکه به زندگی خود بیشتر از زندگی پیامبر رغبت ورزند. این سببی است که به ایشان هیچ تشنگی و هیچ رنجی و هیچ گرسنگی در راه خدا نمی رسد و به هیچ موضع قدم نمی گذارند که کافران را به خشم آرد و هیچ ضربه را از دشمن نمی خورند مگر آنکه به سبب آن به ایشان عمل نیکی نوشته می شود. حقا که خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمی سازد. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. و نه چیزی را خرج می کنند خواه کوچک باشد یا بزرگ و نه هم دغی را می پیمایند مگر اینکه برای ایشان نوشته می شود تا خداوند به ایشان در برابر عملشان بهترین پاداش بدهد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. و شایسته نیست برای مؤمنان که همه یک جایی به کارزار یا طلب علم بیرون شوند. پس چرا از هر جمعیت گروهی از ایشان بیرون نشوند تا در امور دینی دانایی حاصل کنند و قوم خیش را از ارتکاب اعمال ناشایسته بیم دهند در هنگامی که سوی ایشان باز میگردند تا باشد که ایشان بترسند. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ای مؤمنان، با کافرانی که نزدیک شما اند جنگ کنید و باید آنها در شما شدت و خشونت احساس کنند و بدانید که بیگمان خداوند با پرهیزگاران است. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. و چون سوره نزول یابد بعضی از ایشان به دیگر میگویند این سوره به ایمان کدامی که شما افزوده است؟ پس به ایمان کسانی افزوده است که ایمان آورده اند و ایشان خوشحال می شوند. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم کافرون. ولی آنانی که در دلهایشان مرض است نزول سوره شک را بر شکشان افزوده است و ایشان در حال کفر مردند. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة
مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. آیا ایشان نمی بینند که در هر سال یک یا دو بار آزموده می شوند ولی با این هم توبه نمی کنند و نه پند می گیرند؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. و چون سوره نزول یابد یکی به سوی دیگری دیده میگویند آیا کسی از مسلمانان شما را میبیند؟ سپس باز میگردند. خداوند دلهایشان را از روشنایی باز داشته به سبب اینکه ایشان مردمی اند که نمیفهمند. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بیگمان از خود شما به شما پیامبر آمده است. رنجهای شما بر او سخت است. به خیر شما حریص است و بر مؤمنان رؤوف و رحیم است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پس اگر رو بگردانند بگو خداوند مرا بسنده است، جز او معبودی نیست، بر او توکل کردم و اوست پروردگار عرش عظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را این آیات کتاب با حکمت است. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا برای مردم اعجاب انگیز است که به مردی از ایشان وحی فرستادیم که مردم را از عاقبت اعمال ناشایسته ایشان بیم بده و به مسلمانان مژده بده که ایشان در حضور پروردگار خیش مقام ارجمندی دارند؟ کافران گویند این واقعا جادوگر آشکار است. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. بیگمان پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید و آنگاه بر عرش مستولی شد. تدبیر کار جهان را می کند. هیچ شفاعتگری نیست مگر بعد از اجازه او. این است خداوند پروردگار شما، پس او را پرستش کنید. آیا پند نمی گیرید؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
بازگشت همه شما به سوی اوست. وعده خداوند حق است. بیگمان اوست که آفرینش را آغاز می کند و سپس آن را تکرار می کند تا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به انصاف پاداش دهد و کسانی که کافر شدند برایشان آشامیدنی است از آب سوزان و عذاب دردناک به سبب اینکه کافر گردیدند. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اوست که آفتاب را درخشان گردانید و ماه را تابان ساخت و برای آن مراحل را قرار داد تا تعداد سالها و شمار وقت را بدانید. خداوند اینها را نیافرید مگر به حق. آیات خویش را به گروهی که میدانند تفصیلوار بیان میکند. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بیگمان در اختلاف شب و روز و در چیزهایی که خداوند در آسمانها و زمین آفریده است نشانه هایی است برای کسانی که میترسند. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. آنهایی که امید ملاقات ما را ندارند و به زندگی دنیوی خوشنود گشته و به آن آرامش یافته‌اند و آنهایی که از نشانه های ما غافلند. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هم آنها اند که جایشان دوزخ است به سبب آنچه می اندوختند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند آنها را پروردگارشان به سبب ایمانشان هدایت می کند. از زیر قصرهای آنها نهرها در باغستانهای سرشار از نعمت جریان دارد. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعایشان در آنجا پاکی تو راست بار خدایا می باشد و تحیت یعنی خوش آمدیدشان سلام است و نهایت دعای ایشان آن است که ستایش مر خدای راست پروردگار عالمیان. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اگر خداوند به مردم شر را زود میرساند همچنان که ایشان به دریافت خیر شتاب می‌ورزند بیگمان اجلشان به ایشان به سر رسانده میشد. پس کسانی را که امیدوار به ملاقات ما نیستند در سرکشی ایشان سرگردان می‌گذاریم. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
چون انسان را مهنتی رسد، ما را در حالی که به پهلوی خود دراز کشیده است یا نشسته یا استاده است میخواند، ولی همین که مهنتش را از او برطرف کنیم برای خود می رود، به گونه ای که گویا هرگز ما را برای برطرف کردن مهنتی که به او رسیده نخوانده است. این چنین برای مردم مسرف عمل کردشان نیکو جلوه داده شده است. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. و بیگمان نسل‌های پیش از شما را چون ظلم کردند هلاک ساختیم و در حالی که پیامبرانشان نشانه‌های روشنی را به ایشان آوردند ولی ایشان حاضر نبودند که ایمان آورند. این چنین مردم گناهکار را مجازات می‌کنیم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سپس شما را در روی زمین بعد از ایشان جانشین گردانیدیم تا ببینیم چگونه عمل میکنید. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. و چون آیات روشن ما و ایشان خوانده می شود، آنهایی که به ملاقات ما امیدی ندارند گویند برای ما قرآن غیر از این بیاور یا این را تغییر بده. بگو من این صلاحیت را ندارم که آن را از پیش خود تغییر بدهم. من همان چیز را پیروی می کنم که برایم وحی شده است. بیگمان اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. بگو اگر خداوند اراده می کرد آن را برای شما نمی خواندم و نه هم خداوند شما را به آن آگاه می گردانید. من در میان شما پیش از این نیز عمری را سپری کردم، پس آیا شما در نمی آبید؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. پس کی ستمگارتر از کسی که بر خدا دروغ بربندد یا آیات او را تکذیب کند؟ بیگمان مجرمان هرگز رستگار نمی شوند. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ایشان به جز خداوند چیزهای را پرستش می کنند که به ایشان نه ضرری می رساند و نه نفعی و می گویند اینها نزد خداوند شفاعتگران مایند. بگو آیا شما خداوند را از چیزی که در آسمان ها و زمین است و او آن را نمی داند آگاه می سازید؟ پاک است ذات او و برتر است از چیزهایی که شریک او می پندارند. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا
كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. مردم نبودند مگر ملت واحد، پس اختلاف ورزیدند و اگر کلمه قبلا از جانب پروردگار تو صادر نمی شد، حتما در مسائلی که در آن اختلاف می ورزیدند فیصله می شد. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. میگویند چرا از پروردگارش به سوی او آیه نازل نشد؟ پس بگو واقعا علم غیب نزد خداست، پس انتظار بکشید، من نیز با شما از منتظرانم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. و چون مردم را بعد از سختی که به آنها رسیده رحمتی بچشانیم، ناگاه در برابر آیات ما دسیسه میچینند. بگو خداوند در بی اثر ساختن دسیسه سریعتر است. بگمان آنچه را شما دسیسه میچینید فرستادگان ما یعنی فرشتگان مینویسند. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اوست که شما را در بر و بحر توان راه پیمایی می دهد تا آنکه در کشتی قرار گیرید و کشتی ایشان را به وسیله باد موافق ببرد و به آن خشنود شوند. ناگاه به ایشان باد شدید از جانب مخالف بوزد و به ایشان از هر طرف موجهای طوفانی بیاید و بیندیشند که از هر طرف محاصره شده اند. در این حال خدا را با اخلاص می‌خوانند به گونه‌ای که دین خیش را خالص از او گرفته اند و میگویند اگر ما را از این حالت نجات دهی بیگمان از شکر گزاران میباشیم. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. اما چون خداوند ایشان را نجات داد بیدرنگ در روی زمین به ناحق ستم می کنند. ای مردم بیگمان ستم شما بر خود شماست. بهره از زندگی دنیا را کمایی می کنید و سپس بازگشت شما به سوی ماست و در آن وقت شما را به آنچه می کردید آگاه می سازیم. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء
اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفکرون. بیگمان مثال زندگانی دنیا مانند آبی است که آن را از آسمان فرود آوردیم، سپس به وسیله آن روی دنیهای زمین از هر قسم به هم مخلوط گردید، از آنچه مردم و چارپایان میخورند، تا اینکه زمین زیبایی خود را بدین وسیله فرا گرفت و زینت یافت و مردم آن پنداشتند که بر آن دست یافتند. ناگهان در شب یا روز فرمان ما به آن میرسد و آن را به فصل درو شده مبدل میسازیم که گویا دیروز وجود نداشته. این چنین ما آیات خیش را برای مردم متفکر به تفصیل بیان میکنیم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. و خداوند به سرای سلامتی میخواند و هر که را بخواهد به راه راست هدایت میکند. للذین احسنوا الحسنى وزیاده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. برای کسانی که نیکوکاری ورزیدند مزد نیکی است و زیاده از آن نه سیاهی رویشان را می پوشاند و نه هم ذلتی، هم ایشانند یاران بهشتی در آنجا جاودانه به سر میبرند. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اما کسانی را که اعمال بدی کسب کرده اند جزای بدی است مثل آن. ذلت روی ایشان را می پوشاند، ایشان را از عذاب خداوند نگه دارنده نیست، گویی چهرهشان به پاره از سیاهی شب تاریک پوشانده شده است. هم ایشانند اهل دوزخ، ایشان در آنجا همیشه به سر میبرند. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. روزی که همه ایشان را جمع کنیم سپس به مشرکان بگوییم شما و شریکان شما به جای خود باشید، پس ایشان را از یکدیگر جدا کنیم. شریکانشان به آنها میگویند شما هرگز ما را پرستش نمی کردید. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. پس خداوند خود در میان ما و شما به حیث گواه کافی است، ما یقینا از این پرستش شما بیخبر بودیم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق
وضل عنهم ما كانوا يفترون. آنجاست که هر کسی به آنچه از پیش فرستاده مبتلا می شود و به سوی خدا مالک حقیقی خیش برگردانیده می شوند و چیزی را که افتراء کرده بودند از ایشان گم می شود. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. بگو کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ آیا کیست که مالک شنوایی و بینایی شماست؟ آیا کیست که زنده را از مرده بیرون می آرد و مرده را از زنده بیرون می آرد و کیست که کارها را تدبیر می کند؟ پس ایشان به زودی خواهند گفت خداوند است که این کارها را می کند. بگو پس چرا نمی ترسید؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. چنین است خداوند پروردگار بر حق شما، پس آیا بعد از حق جز گمراهی وجود دارد؟ پس چطور از حق برگردانده می شوند؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. این چنین حکم پروردگارت بر کسانی که فسق کردند متحقق گردید به اینکه ایشان هرگز ایمان نمی‌آورند. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. بگو آیا شریکان شما کسی هست که آفرینش را آغاز نماید و سپس آن را اعاده کند؟ بگو این تنها خداوند است که آفرینش را آغاز و سپس اعاده می کند. پس چگونه از راستی برگردانیده می شوید؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا شریکان شما کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بگو این خداوند است که به سوی حق هدایت می کند. پس آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که خودش راه نمی یابد مگر این که هدایت شود؟ پس شما را چی شده است و چگونه قضاوت می کنید؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. اکثرشان جز گمان چیزی دیگری را پیروی نمی کنند. واقعا گمان انسان را از حق هرگز بی‌نیاز ساخته نمی تواند. بیگمان خداوند به آنچه می کنند آگاه است. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. جای ندارد که این قرآن به غیر خدا نسبت داده شود، ولی تصدیقی است برای آنچه پیش از آن نازل شده است و تفصیل کتاب است، یعنی کتابی که در آن شبهه‌ای نیست، کتابی از جانب پروردگار جهانیان. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
آیا میگویند آن را محمد افتراء کرده است؟ بگو سوره همانند آن را بیاورید و جز خدا هر کی را میتوانید به کمک فرا خوانید اگر صادق هستید. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکه چیزی را تکذیب کردند که به آن از نظر دانش احاطه ندارند و هنوز معنای واقعی آن برایشان متحقق نشده است. این چنین کسانی که پیش از آنها بودند نیز دروغ بربستند. پس ببین که آخر کار ستمگاران چگونه بود. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. از آنها کسانی اند که به این کتاب ایمان می آورند و کسانی اند که به آن ایمان نمی آورند و پروردگار تو به حال مفسدان آگاه تر است. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اگر تو را تکذیب کردند و ایشان بگو عمل من برای من است و عمل شما برای شما. از آنچه من می کنم شما بیزارید و از آنچه شما می کنید من بیزارم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. از ایشان کسانی اند که وانمود می سازند و تو گوش فرا می دهند. آیا تو مردم کر را شنوانده می توانی اگرچه ندانند؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. و از ایشان کسانی اند که وانمود می سازند و سوی تو می نگرند. آیا تو مردم کور را راه راست نشان داده می توانی اگرچه ندینند؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بیگمان خداوند بر مردم هیچ ستمی نمی کند ولی این مردم هستند که بر خود ستم می کنند. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. و روزی که ایشان را حشر کند چنین فکر می کنند که گویا جز ساعتی از یک روز در دنیا درنگ نکرده اند. یکدیگر را می شناسند. واقعا کسانی که دیدار خدا را تکذیب کردند زیانکار شدند و ایشان رهیاب نبودند. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. خواه بعضی از چیزهای را که به ایشان وعده کرده ایم در این دنیا به تو نشان بدهیم یا اینکه تو را پیش از آن بمیرانیم، در هر صورت بازگشتشان به سوی ماست. سپس خداوند بر آنچه می کنند گواست. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. برای هر قومی پیامبری است. چون پیامبرشان آمد میانشان به انصاف فیصله می شود و بر ایشان ستم نمی شود. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میگویند این وعده چه وقت به سر می رسد اگر شما راست گویید؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ
إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بگو من به خویشتن زیان و فایده رساندن نمیتوانم مگر آنچه خدا بخواهد. برای هر امتی میعادی است، چون میعادشان به سر رسید نه آن را ساعت تأخیر کرده میتوانند و نه هم تقدیم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. بگو ببینید اگر عذاب او در شب یا روز به شما بیاید گناهکاران به چی چیز آن شتاب می‌ورزند؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. آیا باز هنگامی که عذاب آمد به آن ایمان می آورید؟ اکنون در حالی که پیشتر به آمدن آن شتاب داشتید. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. سپس به ستمگاران گفته می شود عذاب همیشگی را بچشید، آیا جز به آنچه کسب کرده اید جزا داده می شوید؟ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. از تو میپرسند آیا این روز جزا حق است؟ بگو آری و سوگند به پروردگارم که واقعا آن حق است و شما از آن جلوگیری کردن نمیتوانید. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اگر هر ستمگاری دارایی روی زمین را در اختیار خود داشته باشد بیگمان آن را فدیه می دهد وقتی که عذاب را می بینند، پشیمانی خود را می پوشند و در میانشان به انصاف حکم می شود و بر ایشان ستم نمی شود. الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. آگاه باشید بیگمان آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. آگاه باشید بیگمان وعده خداوند حق است مگر اکثرشان نمیدانند. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. اوست که زنده میگرداند و میمیراند و به سوی اوست بازگشت. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم بیگمان برای شما جانب پروردگار شما پند آمده است و شفای برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بگو به فضل خداوند و به رحمت او به این چیزها باید شادمان شوند، این از هر آنچه می اندوزند بهتر است. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
بگو آیا دیدید آنچه را که خداوند برای شما از روزی فرو فرستاده است؟ شما بعضی از آنها را حرام و بعضی را حلال گردانیدید. بگو آیا خداوند به شما اجازه داده است یا بر خدا افترا میکنید؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. کسانی که بر خدا دروغ میبندند آیا به مجازات روز قیامت چی فکر میکنند؟ بیگمان خداوند به مردم صاحب فضل است ولی اکثرشان ناسپاسند. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و به هیچ کاری یا فکری مشغول نمی باشی و هیچ آیه از قرآن را تلاوت نمی کنی و شما هیچ کاری را نمی کنید مگر آنکه چون به آن داخل می شوید بر شما گواه هستیم و از پروردگار تو به اندازه ذره نه از آن کوچکتر و نه هم از آن بزرگتر نه در زمین و نه هم در آسمان پوشیده است مگر اینکه همه اینها در کتاب روشن ثبت است. الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگاه باشید بیگمان بر دوستان خدا ترسی نیست و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آنانی که ایمان آوردند و تقوا داشتند. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. برای ایشان هم در دنیا و هم در آخرت مژدگانی است. در سخنان خدا تغییری نیست. این است همان رستگاری بزرگ. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. سخنشان تو را اندوهگین نسازد، حقا که عزت کاملا از آن خداست، اوست شنوا و دانا. الا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. آگاه باشید بیگمان هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن خداست و کسانی که جز خدا چیزهای دیگر را با حیث شریک نیایش می نمایند جز گمان چیزی را پیروی نمی کنند و نیستند ایشان مگر اینکه دروغ می گویند. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اوست که برای شما شب را آفرید تا در آن آرام گیرید و روز را روشنی بخش گردانید، حقا که در این پدیده ها نشانه هایی است برای مردمی که می شنوند. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.
يعلمون. گفتند خداوند فرزندی گرفته است، پاک است او، هم اوست بی نیاز، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. شما بر این ادعای خود حجتی ندارید. آیا درباره خدا چیزی میگویید که نمیدانید؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بگو بدون شک آنانی که دروغی را بر خدا برمیبندند هرگز رستگار نمیشوند. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. آنها از متاع دنیوی استفاده محدودی می کنند، سپس بازگشتشان به سوی ماست و در آن فرصت به ایشان عذاب شدید را می چشانیم به سبب آنکه کافر بودند. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. بر ایشان داستان نوح را بخوان چون به قوم خود گفت ای قوم من، اگر بر شما موقف من و این که من به شما آیات خدا را یادآوری می کنم گران تمام می شود، پس من به خدا توکل کردم. شما در زمینه موافقت خود و شریکان خود را فراهم آرید تا امر شما بر شما پوشیده نماند و سپس حکم خود را درباره من صادر کنید، یعنی به زندگی من خاتمه دهید و مرا هیچ مهلت ندهید. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. اگر از دعوتم رو برگردانید من از شما مزد نخواستم، نیست مزد من مگر بر خدا و مأمور شدم که از مسلمانان باشم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. مگر او را تکذیب کردند، ولی ما او و کسانی را که با وی بودند در کشتی نجات دادیم، ایشان را جانشینان روی زمین گردانیدیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم. پس بنگر که عاقبت کاری بیم داده شدگان چگونه بوده است. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سپس بعد از وی بسا پیامبران را برای مردمشان فرستادیم. ایشان به مردم خود نشانه های روشنی آوردند، ولی ایشان به چیزی که آن را از پیش تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند. به این ترتیب بر دلهای تجاوزکاران مهر می نهیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سپس موسی و هارون را بعد از ایشان به سوی فرعون و کلانشوندگان قوم او با نشانه های خیش فرستادیم، ولی ایشان تکبر ورزیدند و مردم گناهکار بودند. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. چون به ایشان از جانب ما معجزه بر حق آمد گفتند این واقعا جادویی است آشکار. قال موسى
تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسی گفت آیا درباره معجزه بر حقی که به شما آمده است چنین میگویید؟ آیا این سحر است؟ در حالی که جادوگران هرگز رستگار نمیشوند. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. گفتند آیا تو برای آن به سوی ما آمده ای تا ما را از آنچه پدران خود را بر آن یافته ایم بگردانی و تا بزرگی در روی زمین از آن شما یعنی تو برادرت گردد؟ مگر ما به شما ایمان آرنده نیستیم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم. فرعون گفت همه ساحران دانای را به من بیاورید. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. چون ساحران آمدند موسی و ایشان گفت آنچه را از وسایل سحر افکننده اید بیفکنید. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. پس چون ساحران وسایل سحر خیش را افکندند موسی گفت آنچه را شما آورده اید سحر است و بیگمان خداوند به زودی آن را باطل میگرداند. حقا که خداوند کار مفسدان را به اصلاح نمی آورد. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. خداوند حق را به کلمات خیش به همان گونه‌ای که وعده کرده است تحقق می بخشد هرچند برای مجرمان ناخوش آیند باشد. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ولی به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم وی آن هم با ترس از فرعون و کلان شوندگانشان تا مبادا ایشان را تعذیب کنند. بدون شک فرعون در زمین سرکش بود و واقعا او از اسرافکاران بود. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسی گفت ای قوم من اگر شما واقعا به خدا ایمان دارید پس بر وی توکل کنید اگر تسلیم فرمان او هستید. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. در جواب گفتند بر خدا توکل نمودیم. پروردگارا ما را وسیله آزمایش مردم ستمگار مگردان و ما را به رحمت خود از گروه کافران نجات ده. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. و به موسی و برادر او وحی فرستادیم برای قوم خود در مصر خانه های تهیه کنید و خانه های خود را قبله بگردانید، نماز را به تمام و کمال ادا کنید و مؤمنان را بشارت دهید. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی گفت پروردگارا تو واقعا فرعون و کلان شوندگان قوم او را در زندگی دنیا زینت و ثروت دادی. پروردگارا تا مردم را از راه تو گمراه سازند. پروردگارا ثروت ایشان را نابود ساز و دلهایشان را سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خداوند گفت حقا که دعای شما دو برادر قبول شد، پس استقامت ورزید و راه مردم نادان را پیروی نکنید. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بنی اسرائیل را از بحر گذرانیدیم، سپس فرعون و لشکریانش به قصد ظلم و تعدی ایشان را تعقیب کردند تا چون غرقاب او را فرا گرفت گفت ایمان آوردم به این که جز ذاتی که به او بنی اسرائیل ایمان آورده اند معبودی نیست و من از مسلمانانم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. به او گفته شد حالا ایمان می آوری در حالی که پیش از این عصیان کردی و از مفسدان بودی. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. امروز تو را به بدنت نجات می دهیم تا برای آیندگان خیش نشانه باشی و بدون شک بسیاری از مردم از نشانه های ما غافلند. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بیگمان بنی اسرائیل را به جای شایسته جاگزین ساختیم و برایشان از چیزهای پاکیزه روزی دادیم، ولی اختلاف نکردند تا هنگامی که به ایشان علم و دانش آمد. حقا که پروردگار تو در میان ایشان در آنچه در مورد آن اختلاف ورزیدند در روز قیامت قضاوت می کند. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اگر تو در مورد آنچه به تو نازل کردیم در شک هستی، از کسانی که کتابهای آسمانی را که پیش از تو نازل شدن میخوانند بپرس. بیگمان حق به تو از جانب پروردگار تو آمده است، لذا از شک آرندگان مباش. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. و نه هم از کسانی باش که آیات خدا را تکذیب کردند تا از زمره زیانکاران نشی. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. بدون شک کسانی که بر ایشان حکم پروردگار تو تحقق یافته است ایمان نمی آورند. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هرچند به ایشان تمام آیات هم بیاید تا آنکه عذاب دردناک را ببینند.
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. پس چرا اهل هیچ شهری به موقع مناسب ایمان نیاوردند که ایمانشان به نفعشان تمام شود؟ مگر قوم یونس چون ایمان آوردند عذاب رسوا کننده را از ایشان در زندگی دنیا دفع کردیم و تا مدت اجلشان ایشان را بهره‌مند ساختیم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. و اگر پروردگار تو میخواست همه کسانی که در روی زمین اند ایمان می آوردند، آیا تو مردم را مجبور می سازی تا مسلمان شوند؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هیچ کس نمیتواند جز به اراده خدا ایمان آورد و خداوند شک را بر کسانی مقرر میگرداند که نمیفهمند. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بگو بنگرید چی چیز است در آسمان ها و زمین، اما این نشانه ها و این بیم دهندگان هیچ کدام برای نامسلمانان سودی بار نمی آورد. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرین. پس آیا به چیز غیر از مثال روزهای پیشینیان خیش انتظار میکشند؟ بگو انتظار بکشید، من نیز از منتظرانم. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنین. سپس ما پیامبران و مؤمنان را نجات می‌دهیم، این چنین بر ماست که مؤمنان را نجات دهیم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. بگو ای مردم، اگر شما در مورد دین من در شک هستید، من آنانی را که شما به جز خدا می پرستید نمی پرستم، ولیکن من خدای را می پرستم که شما را می میراند و مأمور شده ام که از مؤمنان باشم و به من گفته شده که به سوی دین خالص رو آور و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و به جز خدا چیزی را که نه به تو سودی میرساند و نه هم زیانی مخوان، پس اگر چنین کنی واقعا که از ستمکارانی. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اگر خدا به تو زیانی برساند جز او کسی دفع کننده آن نیست. اگر او در حق تو خیر را اراده کند هیچ کسی بازدارنده فضل او نیست.
به هر کسی از بندگان خود که بخواهد از آن فضل می رساند و او آمرزنده و مهربان است. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. بگو ای مردم، بیگمان به شما حق از جانب پروردگار شما آمد، پس هر کی رهیاب شد حقا که به سود خیشتن رهیاب می شود و هر کی گمراه شد پس حقا که به زیان خیشتن گمراه می شود و من کارساز شما نیستم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. و آنچه را به تو وحی می شود پیروی کن و صبر کن تا خدا حکم خیش را صادر کند و او بهترین فیصله کنندگان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الف لام را این کتابی است که آیات آن استحکام داده شده، یعنی معانی آن ثابت است و سپس تشریح گردیده است. کتابی که از نزد خداوند با حکمت و آگاه نازل شده است. الا تعبدوا الا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. میگویند جز خدا چیز دیگری را عبادت نکنید. بدون شک من از جانب او برای شما بیم دهنده و بشارت دهنده ام و اینکه از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به او رجوع کنید، توبه نمایید تا شما را به وجه شایسته تا موعد معین بهره‌مند گرداند و به هر صاحب فضل جزای فضیلتش را بدهد و اگر رو برگردانید پس بیگمان بر شما از عذاب روز بزرگ میترسم. الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدیر. به سوی خدا بازگشت شماست و او بر هر چیز تواناست. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه علیم بذات الصدور. آگاه باشید بیشک سینه های خیش را دلا می کنند تا راز خود را از او پنهان نگه دارند. آگاه باشید حتی در وقتی که لباس های خیش را می پوشند خداوند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می نمایند می داند.